دو پل دیوانه کننده و عجیب در چین. اولی پل معلق رودخانه دادونگ، انگار از دل یک فیلم بیرون اومده باشه. این قول 240 متر طول داره و حدود 300 متر بالاتر از کف دره آویزونه. یعنی انگار 100 تا ساختمون رو روی هم چیده باشی. و عجیب ترین بخش ماجرا، هیچ ستون پشتیبانی نداره، فقط 4 کابل فولادی غول‌پیکر که همه چیز رو نگه داشتن. رانندگی روش مثل اینه که روی هوا حرکت می‌کنی. قبل از ساختش مردم باید بیش از 2 ساعت دور کوه‌ها رو می‌زدن، اما حالا توی چند دقیقه رد میشن. ولی نکته هیجان انگیز اینه که پل توی باد تاب می‌خوره. وقتی روش وایسی حس می‌کنی داره زیر پات حرکت می‌کنه، درست مثل قایق، اما نه روی آب بلکه توی هوای خالی. و جالبتر این که برای مقاومت در برابر بادهای سطح 12، زلزله‌های 8 ریشتری و کامیونایی با وزن بالای 45000 کیلوگرم ساخته شده، یعنی به اندازه حمل کلی فیل. دومی، پل شناور لیانز پاس، پل رویاها. این یکی واقعاً تماشاییه. 400 متر روی رودخانه چانگجیان کشیده شده و انگار داری روی آب راه میری، فقط بدون اینکه خیس بشی. میگن میتونه همزمان 10,000 نفر روی خودش جا بده.